به این برکت اون پسری بی‌معرفتو از زیر سنگم باشه پیداش میکنم، ضرر و زیان شما رو جبران میکنم. خاله این چه حرفی خاله پوری؟ شما همین که هستی دل ما قرصه. با اجازه. خداحافظ شما. خداحافظ. خداحافظ شما. نباقا خاله پوری با اجازه. ماما رفتن خونه دوستاشون، عشق و حال گریه داره. بچم زندگی تو تا بچه یتیمو نابود کرده. کمرمو شکستی اسلام، کمرمو شکست. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. کسانی که اموال یتیمان را به ظلم و ستم میخورند در حقیقت تنها آتش میخورند و به زودی در شعله‌های آتش دوزخ میسوزند. کسانی که اموال یتیمان را به ظلم و ستم میخورند